جنگ آمریکا و چین توی دنیای هوش مصنوعی شروع شد. چی شد که دیپسیک انقدر رشد کرد؟ حالا چطور این کارو کردن؟ نکته اول اینه که تیم دیپسیک کلا 200 نفره. قسمت هوشمندانه داستان اینجاست. به جای اینکه یه ای آی قولاسا داشته باشن که همه تخصصا رو توی خودش داشته باشه، مثل یه انسان که میتونه مثلا هم پزشک باشه، هم مهندس عمران باشه، هم مهندس کامپیوتر باشه و الی آخر، گفتن که بر اساس نیاز کاربر تخصص‌ها رو فراخوانی می‌کنیم. یعنی چی؟ مثلا اگر شما یه سوال برنامه‌نویسی ازش داشته باشید، متخصص برنامه‌نویسی رو اونجا فراخوانی میکنه و به شما جواب میده. مدل‌های دیگه 1.8 تریلیون پارامتر رو در لحظه فعال دارن، در حالی که دیپسیک فقط 37 بیلیون پارامتر رو در لحظه فعال داره. نکته جذابش اینه که کاملا اوپن سورسه و شما میتونید از این مدل زبان هوش مصنوعی استفاده بکنید و برای کار خودتون ترینش بکنید. از اینجا به بعد رقابت چین و آمریکا توی دنیای هوش مصنوعی خیلی به نظرم جذاب میشه. اگر دنبال اخبار بروزش هستید، پیج منو حتما دنبال بکنید.